عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان. این جلسه مجدد با یه اولد اومدیم که با آردوینو و اولد و در واقع که نحوه در واقع این وسایل که لازم داره اینجا مشخص کردیم. اینور هم نحوه به هم بندی مثل همون کلیپ قبلیمون بود که یه متن چرخشی ساخته بودیم. اینجا هم بخوایم صفحه به صفحه بشه، مثلا صفحه اول رو نشون بده، صفحه دوم رو نشون بده، هر کدوم 3 ثانیه فاصله بده بره صفحه بعدی. پس نحوه به هم بندیش هم به این حالته. یک کلیپ هم نگاه کنیم ازش که چجوریه عمل کردش. ببینید اینجا که من رو روشن کردم میبینید که هر صفحه ببین مای اینجا نشون میده my name is هادی. یعنی ما این صفحه رو در واقع داریم میبینیم که هر 3 ثانیه یک بار یه متن جدید داره میاد. حالا ببینیم چجوری کدش رو نوشتیم. ببین در همین بخش اول ما این کتابخونه ها رو ایمپورت کردیم برای استفاده کردن از اینکه چجوری با اولد برنامه نویسی کنیم. طول و عرض اولد رو هم دادیم به 2 تا متغیر و از یک کلاسی به اسم آدافروت یک اینستنسی ساختیم و به این ورودی ها رو بهش دادیم، طول و عرض و نوع پروتکل ارتباطی و اینا. و همینطور اومدیم 2 تا متغیر دیگه هم ساختیم از نوع اینت و unsigned long بدون علامت. در بخش ستاب میبینیم که ما هدف اصلیمون بر اینه که ببینیم آیا تونستیم این آدرس رو بخونیم یا نه. خب یعنی این که چون ارتباط I2C هستش، در I2C اینها آدرس های رجستریشون هستن، در با آدرس های I2C شون هستن. اینا مثل همون سنسورهای SHT 20 و 30 و 35 و 40 و اینا همشون چون I2C یعنی با یک آدرسی در واقع میتونیم بهشون دسترسی پیدا کنیم. در پایینتر از همون اینستنسی که ساخته بودیم بالاتر ازش در واقع تابع کلین دیسپلی رو صدا میکنیم، صفحه رو پاک میکنه. بعد بهش میگیم رنگ صفحه باید وایت باشه، سفید باشه. بعدش هم تو قسمت پایینتر میایم که میگیم که اگر در واقع هدف اصلی ما اینه که هر 3 ثانیه یک بار این صفحه بره صفحه بعدی، پس باید زمان الان رو بگیریم داخل یک متغیر ذخیره کنیم و همینطوری به صورت استپ ایندکس بریم استپ بعدی. حالا در قسمت پایینتر ما یک فانکشنی رو تعریف کردیم به اسم شو پیج که ورودی اینت میگیره که اولین بار یک تابعی به اسم کلیر دیسپلی صدا میکنیم. بعد روتیشن رو روی 0 میذاریم، یعنی هدفمون چرخش نیست. بعد ست تکست سایز رو 2 میذاریم. بعد یه سویچ کیس مینویسیم، میگیم که هر سری که داری میای پوزیشن ها رو میتونی ثابت بذاری، همشون از یه جا شروع بشه. خب همشون از یه جا شروع بشه، مثل این که اینجا بود، هادی اینجا، بعدی اینجا، همشون پرسار هم توی یک پوزیشن قرار میگیره. و به همین حالت بسیار بسیار راحته و انشالله که استفاده بفرمایین. و بعدش هم میایین تو تولز و از قسمت پروسسور میایین روی 80 مگای اولد کلیک میکنین و بعدش اینجا بعد از اتصال در واقع میکروکنترلر به آردوینو به اینجا پورت رو میبینین و اسمش هم سرچ میکنین نانو آیدی و اوکی میکنین و الان کنسل رو زدم و بعدش هم این گزینه رو میزنیم که آپلودش کنه و هم پروگرام در واقع کامپایل میکنه هم آپلودش میکنه. همین تصویری که اینجا دارید میبینید به این حالت نشون میده مای اول نیم 3 ثانیه بعد ایز و آخری هم هادی. امیدوارم که موفق باشید و هر سوالی هم بود در خدمتتون هستم.